السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما درباره زبان نظم. ما می‌دانیم که معیار زبان ادبی در زمینه زبان نثر تهیه می‌گردد، لیکن زبان نظم هم سادگی زبان ما رو، روانی زبان ما رو، بایگری لغوی زبان ما رو از قرنهای خیلی دور تا به زبان ما نگه داشته آورده است. این دردانه های زبان ما. البته پیش از همه درباره گنجینه سخن نظم باید گفت، لیکن صحبت امروزه ما درباره جمله بندی، چونکه کلمه باشد و جمله بندی نباشد فکر افاده نمی یابد و زبان همچون واسطه مبادله افکار در جامعه وظیفه خود را ادا کرده نمی تواند. ما گفتیم زبان نظم زبان ساده، آسان فهم، زبان سفته و روان، اما طرز افاده فکر در زبان نظم هم همیشه به واسطه جمله های ساده صورت نمی گیرد. افاده فکر خیلی مرکب است، پیش در پیش است، بنابراین جمله های مرکب لازم می شوند. صحبت امروزی ما درباره همین یک خصوصیت جمله سازی. معلوم است که جمله های مرکب دو خیل می شوند، جمله های مرکب پیوست هم جمله های مرکب تابع. در زبان نظم جمله مرکب پیوست هم مشاهده می شود، اما موقع جمله های مرکب تابع زیادتر است. هم موقع هم طرز ساخت جمله های مرکب واقعا پیچان است. بنابراین در ساختن جمله های مرکب هنگام گفتار بسیار آدما خطا می کنند. در همین بابت زبان نظم یک نمونه عجیب است. معلوم است که جمله های مرکب تابع از سرجمله و جمله پیرو ساخته می شوند. بین جمله پیرو و سرجمله واسطه های گراماتیکی به کار برده می شوند. این واسطه های گراماتیکی را نحوشناسان به 5 خیل جدا کرده اند. اما در نوبت اول میگویند که واسطه اساسی علاقه پیوندک های تابع کننده. واسطه دوم علاقه جمله پیرو با سرجمله مطابقت شکل های فعلی با شکل خبر سرجمله. خبر سرجمله با یگان شکل فعل افاده یافته از جمله پیرو طلب میکند که در افاده سبب، زمان، خلاف خبر جمله پیرو در شکل معین قرار گیرد. این هم واسطه بسیار مهمی علاقه جمله پیرو با سرجمله است. واسطه دیگر کلمه های هم نسبت. بعضا در ترکیب سرجمله کلمه می آید که اون حتما ذکر جمله پیرو را طلب می کند. واسطه دیگر آهنگ، هم ایست هم طرز تلفظ. چه خیل سرجمله سر می شود و با جمله پیرو انجام می پذیرد، آهنگ یا اینتوناسیون نقش مهم دارد. نهایت جای جمله پیرو هم در ترکیب جمله مرکب تابع یکی از واسطه های گراماتیکی به شمار می رود. بنابراین در وقت آموزانیدن جمله های مرکب تابع معلمان مکتب های تحصیلات عمومی کوشش میکنند که آن همه واسطه ها را به شاگردان آموزانند. امروز درباره یکی از این واسطه های گراماتیکی پیوندک
در بین این پیوندک ها موقع پیوندک کی در نظم خیلی بزرگ است. چرا؟ چون که در بین پیوندک های جمله های پیروی گوناگون همچون واسطه گراماتیکی پیوندک کی هم سیر استعمال هم سیر معناست. معناهای آن را درک کردن اندک مشکل. بنابراین در تعلیم جمله های مرکب تابع معلمان کوشش میکنند که وظیفه های همه پیوندک را معین کنند. یک خصوصیت اساسی در زبان نظم آن است که از بین پیوندک های ساده، مرکب، ترکیبی، پیوندک های ساده خیلی سر استعمال. چرا؟ چون که در نظم موقع کلمه تنگ است اما دامان معنا فراخ است. بنابراین کلمه چقدر کوتاه باشد زیبنده نظم است. به سبب نیست که پیوندک های اساسی علاقه جمله پیرا با سرجمله در زبان نظم در نوبت اول پیوندک کی از قبیل پیوندک های ساده بجز پیوندک کی پیوندک تو، چون. حتی این پیوندک ها هم در نظم خیلی کوتاه می شوند. فرض کردیم در علاقه جمله پیروی حال مقصد با سرجمله بیشتر با پیوندک تو کی، تو این کی، اما در نظم فقط با یک کلمه با واسطه تو، یا با واسطه پیوندک چون کی، زیرا کی در نظم نسبتاً کمند. به جای این پیوندک ها هم پیوندک کی کار فرموده می شود. در یکی از صحبت های گذشته من گفته بودم که واسطه های تکنیکی امروزه خصوصیت های زبانی را دقیق تحلیل و تحقیق می کنند. از جمله بسامد کلمه ها. غزلیات حافظ شیرازی را از این جهت سنجیده اند. من باری دیگر اون فکت هایی که به دست آمده است یادآور می شوم. در بین همه کلمه هایی که در آثار حافظ شیرازی کار فرموده شده است کلمه از همه سر استعمال ترین پیوندک تابع کننده کی. به نظر من این پیوندک در آثار شاعر البته وظیفه اساسیش پیوندک است، لیکن باز وظیفه های دیگر هم دارد که شاید آن وظیفه ها هم در اینجا به شما رفته باشد. برای چه پیوندک کی؟ یکم پیوندک کی خیل های گوناگون جمله پیرو را به سرجمله تابع کرده میتواند. یگان پیوندک دیگری زبان تاجیکی چنین خصوصیت ندارد. آمدیم به نتیجه آن تحقیقات. در نتیجه سنجش غزلیات حافظ به همه خلاصه آمدند که همه پیوندک کی 2841 مراتبه تکرار شده است. 2841 مراتبه، قریب 3000 مراتبه تکرار شده است. در مقایسه در جای دویم از جهت بس آمد پیشایند از در دو وریانت، در وریانت از و در قرینه زی 2790 بار تکرار آمده است. یعنی نسبت به پیوندک کی اندک کمتر به نظر می رسد. پیوندک پیوست او، این پیوندک یکی از پیوندک های قدیمه زبان فارسی تاجیکی به شمار می رود. این پیوندک هم خیلی سر استعمال بوده است. در آثار حافظ 2272 مراتبه به کار برده شده است. قیاس با پیوندک کی.
پیوندکی کی 2841 بار، پیوندکی پیوست کننده او 2272 مراتبه تکرار شده است. پیشندهای دیگر هم، پیشند در و پیشند به هم در آثار نظم کلاسیک از جمله در حافظ سر استعمال بوده است. پیشند در 2376 بار، پیشند به 2078 بار تکرار شده است. در بین پیشندها نسبتاً کم استعمال پیشند با بوده است. اینک درباره وظیفه های پیوندک کی. پیوندک تابع کننده کی شکل کوتاه دارد در نظم که این خصوصیت فقط خاص نظم است، در نثر مشاهده کرده نمی شود. مثال: میراث پدر خواهی علم پدر آموز، که این مال پدر خرج توان کرد به 2 روز. مال پدر را در روز 2 روز ادا میکنید. جمله پیروی سبب پس از هر جمله بیاید عادتاً به واسطه پیوندک های چونکی، زیرا که علاقمند می شود. این پیوندک ها خاصی انمی موقع جمله پیروی حال سببند، اما در نظم به جای چونکی تنها کی، به جای زیرا که تنها کی آمده است. این هم موجز بیانی زبان نظم است. چند نمونه میخوانم. سخن را به میزان دانش بسنج، که گفتار به علم باد است و دم. سعدی. سخن را به میزان دانش بسنج، که گفتار به علم باد است و دم. بینه به جای چونکی، زیرا تنها کی آمده است. البته یک مثال از رودکی: به چشمی دیل باید دید جهان، که چشمی سری تو نبیند نهان. ببینید به جای چونکی، زیرا یک تا پیوندکی که در اول مصرع دویم آمده است. جمله پیرو هم به پیوندکی زیرا که، چونکی و حتی بدون پیوندکی کی می آید. یعنی در شعر بعضا همه پیوندکی کی هم نمی گنجیده است که به آن هم فکر را افاده کردن ممکن بوده است. تو دانی که دیدن به از آگهی است، میان شنیدن همیشه تهی است. در اول مصرع دویم باید زیرا، چونکی، زیرا که هیچ نباشد کی می آمد، لیکن وزن شعر نبرداشته است. بنابراین در اینجا پیوندک کی فروگذار شده است. مثال دیگر: گر از بنده لغو شنیدی مرنج، جهان دیده بسیار گوید دروغ. سعدی. در اول مصرع دویم باید یگان پیوندک حال سبب می آمد. گر از بنده لغو شنیدی مرنج، چونکی جهان دیده بسیار گوید دروغ. البته در شعر هیچ جایی چونکی نیست، چونکی این کلمه نمی گنجد. یک مثال دیگر: از مکافات عمل غافل مباش، زیرا گندم از گندم بروید، جو ز جو. با سعدی. در وقت نوشتن همین گونه مثال ها که پیوندک تابع کننده کی فروگذار شده است، در آخر سرجمله باید علامت بیان گذاشت. اما همین علامت بیان اشاره میکند که فکر به آخر نرسیده است، چون که جمله پیروی حال زمان ذکر نیافته است. بنابراین از مکافات عمل غافل مباش، علامت بیان، گندم از گندم بروید، جو ز جو. همین حادثه را هم در نوعهای دیگری جمله های پیرو هم مشاهده کردن ممکن است، لیکن امروز صحبت ما را تنها با همین یک پیوندک کی به انجام میرسانیم. وقتی که شعر را قرائت کردید
از یاد کردید به همین گونه عنصرهای جمله بندی اعتبار دهید، چون که همچون مثال جمله های مرکب تابع از نظم نمونه آوردن بهتر است. استادان باید این را هم به نظر گیرند. هیچ جای عیب ندارد در تعلیم آسان جمله های مرکب تابع زبان نظم همچون نمونه استفاده کرده شود. با همین صحبت ما در این موضوع انجام پذیرفت.